به نام خداوند جان و خرد. من بهزاد یاهید هستم، مدرس این دوره آمار و احتمال برای هوش مصنوعی در رده مقدماتی. در ادامه درسمون در این جلسه به بحث پیرامون معرفی چند توضیح میپردازیم که در هوش مصنوعی کاربرد زیادی داره. قبل از اینکه این بحث شروع کنم یه یادآوری میکنم در ارتباط با متغیرهای تصادفی گسسته، متغیرهایی که مثل پرتاب یک سکه یا پیشبینی کلیک کردن روی تبلیغات که ما قرار روی این جور متغیرها صحبت کنیم و بحثمون رو دنبال کنیم. در دنیای دیجیتال معمولاً خیلی از پدیده ها دو حالته هستن، باینری هستن، صفر و یکی هستن، مثل خرید کردن و یا نخریدن، کلیک کردن یا کلیک نکردن. این پدیده باعث میشه که ما برای اینها بخوایم مدل سازی بکنیم و در ارتباط با این سوژه ها بخوایم هوش مصنوعی رو به کار ببریم. مثلا اگر در ارتباط با پرتاب یک سکه بخوایم کار بکنیم، در یک توضیح هست به نام برنولی و از این توضیح برای اون استفاده میکنیم. اگر بخوایم چند تا سکه پرتاب بکنیم، یعنی توضیح برنولی رو چند بار بخوایم انجام بدیم، توضیح هست به نام بینومای، توضیح دو جمله‌ای که از اون استفاده میکنن. و اگر بخوایم در یک بازه زمانی یا در یک بازه مکانی بخوایم یک توضیح رو بررسی کنیم که حالا احتمال داره اتفاقات نادر هم باشن، از توضیح پواسون استفاده میکنیم. مثلا این تعداد ایمیل هایی که توی یک ساعت میشه یک شخص دریافت بکنه. حالا اینا رو من خیلی مفصل میخوام توضیح بدم، فقط این سرفصل‌هایی هستش که امروز ما قراره در موردش بحث رو بررسی کنیم و بحث کارمون رو بخوایم جلو ببریم. خب حالا متغیر تصادفی گسسته همینطوری که عرض کردم خدمت شما، متغیری هستش که مقدارش مشخصه، قابل شمارش هستش و یه عدد صحیح هستش، مثل تعداد دفعاتی که یک سکه شیر میاد، مثل تعداد دانشجویان حاضر در یک کلاس، مثل تعداد کلیک های یک تبلیغ، مثل تعداد ایمیل های دریافت شده در یک ساعت. همه اینها اعداد صحیح مثبت هستن که ما میتونیم اینها رو بشمریم و در مقابل اینها خب ما متغیرهای پیوسته داریم مثل وزن، قد، دما، سرعت که میتونن اینا هر عددی باشن، مثلا 1.5، مثل وزن فرد مثلا نوزاد 3.5، قد 165 و مثلا 7 سانت 165 سانت و 7 سانتی متر و موارد مشابه این. حالا ما فعلا متغیرهای پیوسته رو بحثی نیستش که میخوایم در موردش صحبت کنیم. بحث همین متغیرهای گسسته است و وقتی بحث متغیرهای گسسته باشه، سه توضیح برنولی یا دو جمله‌ای یا پواسون مواردی هستش که ما با اینها میایم اون رو محک میزنیم. خب ساده ترینشون توضیح برنولی هستش. یا آزمایش دو تا نتیجه داره، یا موفقیت یا شکست، یا صفر یا یک. هر کدوم از این دو حالت باشن ما براش یه احتمال داریم، مثلا احتمال اینکه یک بیاد یا موفقیت کسب بشه احتمالش رو پی حساب میکنیم. طبیعتاً چون کل عدد احتمالی یک هستش، اگر پی عدد احتمال باشه احتمال شکست میشه پی یک منهای پی. یک منهای پی، این عدد اینجا به خاطر این حروف فارسی انگلیسی برعکس شده، یک منهای پی خواهد شد. پرتاب یک سکه مثلا فرض کنیم که احتمالش چنده؟ 1/2 یعنی نیم، این پی هستش. طبیعتا احتمالی که خطم بیاد 1 منهای نیم میشه نیم از دوباره. فرض کنیم کلیک روی یه تبلیغات، یعنی یه شخص اگه کلیک بکنه ما اونو یک فرض بکنیم، با احتمال 0.05% باشه. طبیعتا اگه کلیک نکردن رو بخوایم حساب کنیم میشه چی؟ 1 منهای این احتمالی که قرار وقوع پیونده و میشه
95% شانس این داره که کلیک نکنه. معمولا روی تبلیغات مثلا حالا فرض می‌کنیم که کلیک نمی‌کنن، یا تشخیص یک عرضنامه یا اسپم از همین ساختار هستش. حالا اگه یه در کل برای توزیع برنولی ما یه چیزی داریم به اسم PMF، تابع جرم احتمال. تابع جرم احتمال یا PMF تابعی هستش که ما مقدار اون عدد بهش میدیم، مقدار اون احتمال بهش میدیم و نتیجه ازش برای ما در میاد. وقتی میخوام بگم PMF X یعنی منظورش اینه که احتمال اینکه این X به وقوع بپیونده که هستش P به توان X ضرب در 1 منهای P به توان 1 منهای X در صورتی که X صفر یا 1 و این اینطوری نشون میدن X توزیع برنولی P. توجه بفرمایید X تو برنولی دو تا حالت داشته، میگه یا صفر یا 1. X اگه صفر باشه یعنی ما بخوایم احتمال اینکه اون موضوع شکست بخوره یا به وقوع نپیونده رو حساب بکنیم، X الان صفر بذارم، این P به توان صفر میشه چند؟ 1. پس این قسمت کلا میشه 1 از بین میره. و اگر اینجا صفر بذارم اینم که توان 1 از بین میره، میشه 1 منهای P، یعنی همون چیزی که ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم، احتمال شکست هست 1 منهای P. اگر اون میخوایم احتمال وقوع رو حساب کنیم، احتمال 1، احتمال این که پی x مساوی 1 باشه، یعنی جای x 1 بذارم، این میشه p به توان 1 که میشه p ضرب داره اینجا 1 منهای میشه چند؟ 0. هر عدد توان 0 هم میشه 0، میشه 1. هر عدد به توان 0 میشه 1. لذا این عدد کلا میشه 1 و این هم میشه احتمال p، یعنی احتمال موفقیت میشه 1. پس این دو تا عدد در این تابع جرمی دقیقاً داره همون احتمال موفقیت یا احتمال شکست در برنولی رو برای من حساب میکنه. خب من چه کاریه که بیام اینو اینطوری بنویسم، اینقدر پیچیده‌اش کنم؟ به این دلیل که بعداً در توضیح‌های بعدی نیاز داریم این فرمول رو یه مقداری دیولپش کنیم، گسترشش بدیم. اونجا می‌بینیم که این برای ما کاربرد بیشتری خواهد داشت. یعنی اونجا فقط ما بحث 0 و 1 رو نداریم. حالا بریم جلوتر. اول از این یک مثالی حل کنم. مهندسی اگه نمودار اینم بخوام بکشیم، تابع جرمی همینطوری میشه دیگه. مثلا اگه احتمال شکست من 14 باشه، احتمال موفقیت من 1 من میشه چند؟ 6 دهم. یعنی کل احتمال جمعش باید 1 بشه. می‌بینید این سقف احتمال منه که قراره 1 بشه. این نمودار میله‌ای نشون میده که این توازن هرچی این صفر مثلا رشد بکنه 1 کم میشه، هرچی 1 رشد بکنه 0 کم میشه. خب یه مثال بریم ببینیم. مسئله یک بنر تبلیغاتی در وبسایتی نمایش داده می شود. احتمال اینکه یک کاربر روی اون کلیک کند 5% است. اگه یک کاربر رو بخوایم بررسی بکنیم، کلیک کردنش 1، کلیک نکردنش 0. توزیع برنولیه. توزیع ما برنولی هستش با برنولی چند؟ 5%. خب طبیعتا اگه پی x من یعنی کلیک کردن من 0.05% باشه، احتمال این یکی میشه 95 صدم یا 95%. تفسیرش در هوش مصنوعی برای این توزیع برنولی چیه؟ این دقیقاً همون کار رو میکنه که یک مدل رگرسیون یعنی همبستگی توی لوجستیک برای ما انجام میده. حالا ما الان شاید شما این اصطلاحات اگه مثلا احیانا یادتون نیست، همینطور نگاه کنید، همین که ما میریم جلوتر بعدا به این اشاره خواهم کرد که این بحث رگرسیون تو لوجستیک در یک مدل چه کارهایی میشه و چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. و اینکه به هر کاربر یک احتمال بین 0 و 1 داده میشه که نشون میده احتمال کلیک اون چقدر هستش. خب یه یادآوری بکنم قبل از اینکه اسلاید بعدی رو شروع بکنم. یه بحثی داشتیم به اسم ترکیب، کامبینیشن، انتخاب کاشی از انشی بدون توجه به ترتیب، یعنی ترتیب برای ما توش مهم نباشه. انتخاب کاشی از انشی رو به این صورت می‌نویسن
و این فرمول به این صورت n فاکتوریل بر روی k فاکتوریل ضرب در n منهای k فاکتوریل. مثل انتخاب 3 نفر از 20 نفر به صورتی که ترتیب مهم نباشه، من فقط 3 نفر قرار انتخاب بکنم، از این فرمول استفاده میکنیم. اما اگه ترتیب مهم باشه برای من، دیگه اونو بهش نمیگن نمیگن ترکیب، بهش میگن جایگشت، پرموشن بهش میگن. انتخاب کاشی از انشی هست ولی با توجه به ترتیب، یعنی ترتیب برای ما مهم هستش. اینو به صورت پی اینو کا می نویسم و فرمولش هست n فاکتوریل، یعنی همون صورت n فاکتوریل رو داره. پایین دیگه این کا فاکتوریل نداره، n منهای کا فاکتوریل رو داره فقط. مثل انتخاب 3 نفر از 20 نفر برای پست‌های مدیریت، سرپرست و کارشناس. خب طبیعتا ترتیب مهم هستش دیگه، اینکه این 3 نفر کدوم یکیش مدیر میشن، کدوم یکی سرپرست میشه، کدوم کارشناس میشه، باعث میشه اون ABC نظمش برای ما فرق بکنه که درست 3 نفر انتخاب کردیم ولی 3 نفر در 3 شغل مختلف انتخابش کردیم. پس جایگشت درش ترتیب مهم هست و ترکیب درش ترتیب مهم نیست. یه مثال هم ازش بزنیم. از 20 دانشجو میخوایم 3 نفر رو برای یک پروژه انتخاب کنیم. ترتیب مهمه؟ نه. چی میشه؟ انتخاب کاشی از انشی بدون ترتیب که n فاکتوریل برای k فاکتوریل ضرب در n منهای k فاکتوریل هست. جاسازی میکنیم 23 20 فاکتوریل برای 3 فاکتوریل ضرب در 20 منهای 3 فاکتوریل. محاسبهش میکنیم، مثلا میشه 1140 حالت هستش و ترتیب هم اینجا مهم نیست. مثال بعدی که مثال جایگشت باشه، همین مثال. از 20 دانشجو میخوایم یک مدیر، یک سرپرست و یک کارشناس انتخاب بکنیم. خب ترتیب مهمه، یعنی مثلا فرض کنیم که رضا و مجید و حسن انتخاب بکنم، اینکه رضا مدیر باشه، مجید مثلا کارمند باشه، اون یکی سرپرست باشه، این و اینکه جاشون عوض بشه، یعنی 4 جور ترتیب مختلف عوض کردم. خب بخواد بیایم حساب بکنیم، میشه n فاکتوریل برای n منهای k فاکتوریل. دیگه این k فاکتوریل رو اینجا نداره. خب طبیعتا اگه بخوام این محاسبه رو انجام بدیم، من فکر نمی‌کنم این دیگه همین عدد بشه. اینجا تو محاسبمون اشتباه شده. 20 فاکتوریل برای 20 منهای 3 فاکتوریل و این که میشه 17 فاکتوریل، بالا میشه 20 ضرب در 19 ضرب در 18، یعنی این عدد باید اصلاح بشه. اینو شما تو محاسباتون انجام بدین، بر من کامنت بذارین و در اصل میبینید که بحث ترکیب با بحث جایگشت دو بحث مختلف هستن و بنا به نوع مسئله ما باید خودمون این رو تشخیص بدهیم. خب حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه میخواستم توضیح دو جمله‌ای رو بگم. توضیح دو جمله‌ای چی هستش؟ اون توضیح برنولی رو دیدین. اگه توضیح برنولی رو ما n بار تکرار کنیم و به صورت مستقل توضیح دو جمله‌ای رخ میده، یعنی n آزمایش مستقل با احتمال موفقیت p رو بخوایم انجام بدیم که احتمال موفقیت تو هر آزمایش هم ثابت باید باشه، تابع جرم احتمالش که اینطوری میگن x برنولی n و p. این میشه دو جمله‌ای. برنولی n و p یعنی که برنولی رو n بار تکرار کرده باشیم. ببین تو این فرمول چی ظاهر شده؟ احتمالی که x k بیاد، یعنی k بار ما اون حالت رو ببینیم، n انتخاب k شی از n شی ضرب در p به توان k ضرب در 1 منهای p در n منهای k. این اون فرمول قبلی بود که اونجا ما 1 داشتیم جای k، حالا که دیگه 1 نداریم، این فرمول کامل خودش رو چیکار کرده؟ ظاهر کرده و ما داریم میبینیمش. خب کاربردش تو هوش مصنوعی کجا هست؟ در رگرسیون لوجستیک و مدل‌های طبقه‌بندی هست، در شبکه‌های بیزی هست، در تحلیل داده‌های کلیک مثلا روی یه تبلیغات هست. حالا مثال رو ازش میذارم به درک بهتری میزنیم. ببین احتمال کلیک هر کاربر فرض کنیم 5%. حالا اینجا 10 تا کاربر وارد سایت شدن، احتمال اینکه دقیقاً 2 نفر روی یه تبلیغ کلیک کرده باشن چیه؟ میبینید اونجا یک کاربر بود 0 یا 1، اینجا 10 تا کاربرن که 0 و 1 0 1 0 1 دارن و من میخوام احتمال اینجا اون چند نفر رو با هم دیگه بگم. خب اینجا پس ما یه برنولی داریم، یک توضیح دو جمله‌ای داریم، همون برنولی n مساوی 10 و
با احتمال شانس 5% که میشه پی مساوی با 500. حالا اگه بخوام از اون فرمول این میخواد 2 بشه دیگه، یعنی کا بشه 2، احتمالی که x مساوی 2 بشه فرمول رو جاسازی میکنم، توش مقادیر رو میذارم. بچه این مقادیر من احتمال داره تو حالا همین رو حساب کردم، احتمال داره این حسابایی که من کردم خطا داشته باشم. خواهش میکنم خودتون این عدد رو حساب بکنید ببینید آیا من دقیق درست حساب کردم یا نه. اگر احتمال 5% برای پی باشه طبیعتا 1 منهای پی هم میشه احتمال اون که شکست بخوره میشه 95%، که این عدد احتمال یعنی که من حدود 7% شانس دارم که 2 نفر از این 10 نفری که توی سایت میان این کلیک رو انجام بدن، حدود 7.5%. این مسئله رو بذارید یه جور دیگه مطرح کنم ببینید سوال چطور میشه. همون مسئله احتمال کلیک که هر کاربر بکنه 5% باشه، 10 تا کاربر وارد سایت شدن، احتمالی که حداقل یه نفر کلیک بکنه. ببین این احتمال حداقل یه نفر کلیک بکنه با اون سوال قبلی فرق میکنه که 2 نفر دقیقاً کلیک بکنن. این حداقل یه نفر یعنی که پی ایکس بزرگتر مساوی 1 رو میخوایم. وقتی همچین چیزی رو میخوایم میشه 1 منهای پی ایکس صفر، یعنی که 1 منهای اگه این بالاتر از 2 بود میشد 1 منهای پی ایکس صفر. ببخشید یه بار دیگه، اگر پی ایکس بزرگتر مساوی 2 رو میخواست از من میشد 1 منهای پی ایکس مساوی صفر منهای پی ایکس مساوی 1، یعنی اون احتمال های منفی رو ازشون کم میکردیم بعدا اون رو به دست می آوردیم. حالا این یه دونه رو ببینید، برای این یه دونه میخوام فقط بزرگتر از 1 رو حساب بکنم. من باید بیام اول پی ایکس صفر رو حساب بکنم، از 1 کمش کنم، احتمال اون بزرگترش برای من به دست میاد. پی ایکس مساوی صفر طبق فرمول جاسازی میکنم، این مقدار برای من به دست میاد. حالا که میخوام احتمال اینکه حداقل یه نفر کلیک بکنه، یعنی احتمال اینکه x بزرگتر مساوی 1 باشه رو به دست بیارم، 1 منهای پی ایکس صفر میشه طبق این داده ای که توش جاسازی میکنم به دست میاد. از این نمونه مسئله چند تا براتون حل میکنم که یه مقداری به درک بهتری تو این برسیم. اینا قسمتایی هستش که توی هوش مصنوعی هم خیلی کاربرد خواهد داشت. خب این یعنی چی عددی که به دست آوردیم؟ یعنی حدود 40% شانس این هستش که حداقل یه نفر کلیک بکنه. اگه 10 نفر وارد سایت بشن با این حالت حداقل 40% ما شانس داریم که یک کلیک چی داشته باشیم. خب اما توزیع پواسون برای شمارش و رویدادهای نادر در یک بازه مشخص استفاده میشه. حالا چه ویژگی‌هایی داره؟ تعداد وقوع رویدادها معمولا در یک بازه زمانی یا مکانی هستش. رویدادها مستقل و نادر هستند. فقط یک پارامتر داریم به اسم لامدا که میانگین تعداد رویدادها در اون بازه هستش. این دیگه اطلاعات داده‌های زیادی نداریم، فقط زمانی که این داده رو داریم ما میتونیم از این استفاده بکنیم. و تابع جرم احتمالش اینطوری هستش که x میگن توضیحش از پاسون لامدا و x مساوی میشه x مثلا کار میخوام بکنم کا بار اتفاق بیفته مساوی با خط کسری ای به توان منهای لامدا زد در لامدا به توان کا برای کا فاکتوریال. تنها چیز اضافی که اینجا داریم میبینیم چیه؟ این ایه. این ای عدد اویلر هستش. دیگه توضیح هم برای شما خواهم داد که این چی هستش. کاربرد اینو بگم توضیح پاسون برای مدل سازی تعداد درخواست‌های یک سرور، برای تحلیل تعداد خطاها در یک نرم افزار، تحلیل ترافیک شبکه در سیستم‌های امبدد سیستم، توصیه‌گر یا تعداد بازدیدها اینا استفاده میشه. اما این عدد اویلر، این عدد ای که مقدار واقعیش هست 2.71/828، این عدد یه عدد ثابت ریاضی از یه پایه لوگاریتمی به دست میاد. مثل چطور شما عدد پی رو میدونید، این هم یکی از اون اعداد خیلی معروف هستش که توی ریاضیات خیلی کاربرد داره، در فرمولای آمار و احتمال دیده میشه، مثل توزیع پاسون، مثل توزیع نرمال اگه بخواید فرمولش رو ببینید. و برای مثلا اگه به شما گفتن ای به توان منهای لامدا رو بخواید حساب بکنید، اگه ماشین حساب داشتید یا برنامه‌نویسی خواستید بکنید، از یه تابع فانکشنی هست به اسم exp بعد حالا پرانتز باز و بسته مقدار توش میذارید، یا حالا توی خود ماشین حساب ای داره یا exp داره که
اون عدد رو به توان مثلا عدد اویلر رو به توان اون چیزی که میخواید حساب میکنه براتون. اگه خواستید برنامه نویسی بکنید دیگه، حالا مثلا تو پایتون ما از یک کتابخونه داریم که مته و بعد توش یک فانکشنی داریم به اسم exp، دیگه توش میذاریم منهای لام مثلا اون، حالا اگه ثابت بود یا اگه نه که داشتیم که معدد میذاریم و از این طریق میایم حساب میکنیم. پس چه ماشین حساب چه برنامه نویسی این کار دیگه در اختیار ما قرار داره و راحت میتونیم توزیع پاسون رو محاسبه بکنیم. حالا بریم یه مثال بزنیم. به طور متوسط وبسایت 60 بازدید کننده در ساعت دارد. این وقت ببین وقتی صحبت از یه متوسط یک مقداری در یه ساعتی میشه دیگه ما باید بریم به سمت پاسون. احتمال اینکه در یک دقیقه خاص دقیقاً 2 بازدید کننده داشته باشد چقدر است؟ خب ما لامدا رو میریم حساب میکنیم، میگیم چون ما دنبال یک دقیقه است، میبینیم در یک دقیقه خاص اگر در 60 بازدید کننده در ساعت داشته باشه در یک دقیقه چقدر میشه متوسط؟ 60 به 60 میشه 1. پس من لامدا رو اینجا به دست میارم. این 60 تا در این داره، این چون در صحبت از یک دقیقه خاص میکنه، من لاندامو تو اون بازی که اون میخواد حساب میکنم که لاندای من در اون بازی خاص میشه هستش 1. من نباید بیام بازار رو در یک ساعت حساب کنم بعد بیام تو یک دقیقه بخوام فرمول پاسون حساب کنم. از این متوسطی که این داده من متوسط اون یک دقیقه رو به دست میارم و اگر قرار شد بازه بزرگتر بشه بزرگترش میکنم، حالا متناسبش میکنم با این بازه. حالا که لامدا رو به دست آوردم توزیع پاسون رو برای x مساوی 2 می‌نویسم، همون فرمول رو می‌نویسم، عدد اویلر رو میذارم، ماشین حساب میذارم، جای لامدا هم که 1 میذارم الان که اینجا حساب کردم، جای کا هم که 2 میذارم و این مقدار طبق محاسبه برای من به دست میاد. یعنی حدود 18% این شانس وجود داره که در یک دقیقه 2 تا بازدید کننده این سایت داشته باشه. اگر 60 تا بازدید کننده در یک ساعت داشته باشه در یک دقیقه 2 تا بازدید کننده احتمالش زیاده که داشته باشه. خب نکته کاربردی ما در هوش مصنوعی در ارتباط با توزیع پاسون این هستش که سیستم های مقایسه پذیر از همین توزیع استفاده میکنن برای پیش بینی های ریکوست ها یا درخواست ها و خب خیلی کاربردی هستش. این مدل به مدیران کمک میکنه که بدونن در چه ساعتی باید سروراشون رو بیشتر کنن تا بتونن مثلا پاسخگوی ریکوست های اون سرور باشن. یه مقایسه‌ای بکنیم این سه تا توزیع رو با هم دیگه در یک نگاه. توزیع برنولی بچه‌ها چه سوالایی جواب میده؟ نتیجه هایی که آزمایشش فقط موفقیت یا شکست باشه، مثل اینکه یه کاربر کلیک میکنه یا نمیکنه، این میشه برنولی. دو جمله چی؟ تعداد موفقیت های در n آزمایش، یعنی برنولی رو چندین بار n بار تکرار بکنیم، مثل اینکه 100 تا کاربر چند نفر کلیک میکنن، همون این یکی بوده، اینجا 100 تا کاربر هستش چند تا کلیک خواهیم داشت. پاسون چیه؟ تعداد رخدادها در یک بازه مشخص در یک دقیقه چند کاربر وارد میشن. اینجا ما باید یه میانگین داده ها وقتی داریم معمولا از پاسون استفاده میکنیم. خب پس برنولی وقتی فقط یک اتفاق رو میخوایم بررسی کنیم، دو جمله وقتی چند اتفاق مستقل میخوایم بررسی کنیم، پاسون وقتی که یک بازه زمانی یا مکانی تعداد رخدادهای نادر معمولا برای لاندهای کوچیک استفاده میکنیم. حالا چه اشتباهایی معمولا رخ میده؟ یکی اینکه استفاده از جمله‌ای برای رویدادهای نادر در بازه نامحدود. ببین اگه ما یک موقعی رویدادهامون کم بود، یعنی لاندامون کم بود و بازمون نامحدود بود، نباید این کار بود. مثلا محاسبه تعداد تصادف در یک روز با دو جمله‌ای. ببین این اولا که معلوم نیست، نادره دیگه، بخاطر تصادف رخ بده، البته که دیگه نه خیلی زیاده، و اینکه بازم نامحدوده دیگه و باید برای اینا باید از پاسون استفاده بکنیم. فراموش کردن استقلال در آزمایش ها، مثلا کشیدن کارت از یک دسته کارت بدون جاگذاری اون کارت. اگه اون کارت جا نذاریم کارت دوم مستقل نیست، یعنی که وابسته به کشیدن کارت قبلی اون احتمالش، که آزمایش های دو جمله حتما باید مستقل باشن و نباید اینجا بیایم از آزمایش دو جمله استفاده بکنیم.
مورد بعدی این هستش که برای لانده های بزرگ، مثلا لامه های بزرگلانده یا لامه بزرگتر از 20، ما بهتره که بریم به سمت توزیع نرمال و از اونها استفاده بکنیم، مگر اینکه مجبور باشیم دیگه، راهی روشی نداشته باشیم و مجبوریم که حالا بیایم مثلا از لامه استفاده کنیم. مثل تعداد بازدید های یک فروشگاه در یک روز، این عدد حتما یه عدد خیلی بزرگی خواهد بود و بهتر برای توزیع نرمال استفاده بکنیم. بریم تمرین حل کنیم که تمام جواب سوال هاتون و تمام گره های ذهنی ما در حل تمرین پاسخ داده خواهد شد. احتمال اینکه یک بازدید کننده از یک وبسایت خرید کند 3% است، یه دونه است. اگر 200 نفر وارد وبسایت شوند چه تعداد خرید میکنند؟ خب الان میبینیم ما توضیحی که داریم دیگه الان برنولی نیستش، توضیح چیه؟ دو جمله‌ای هستش. یک توضیح دو جمله‌ای داریم، نمون 200، یعنی برای 200 نفر و احتمالی که داریم چیه؟ 3%، یعنی پی مساوی 3 صدم. چرا این کار کردیم؟ 200 آزمایش مستقل داریم چون 200 نفر قراره بیان بازدید کننده باشن، هر آزمایش دو تا نتیجه داره، یا خرید میکنن یا خرید نمیکنن. احتمال موفقیت هم برای همشون ثابته، هست پی مساوی با 3 صدم. به این دلیل و اینکه ما چقدر انتظار داریم، تعداد مورد نظر ما 200 ضرب در 3 میشه 6، یعنی ما حداقل 6 نفر امیدوار هستیم که اگه 200 نفر وارد این مرکز ما بشن، 6 نفر احتمال چی داره؟ خرید داریم. ببینیم امید ریاضی، ما امیدوار هستیم که 6 نفر این خرید رو اونجا انجام بدن، یا احتمال میدیم که 6 نفر اینجا خرید بکنن. این خیلی خوبه. تمرین بعدی، برج مخابراتی به طور متوسط 3 خطا در هر 1000 تماس دارد. ببین بچه وقتی دیگه به متوسط به من داده در هر 1000، پس دیگه من باید برم به سمت توزیع پواسون. احتمال اینکه در 1000 تماس بعدی حد دقیقاً 2 خطا داشته باشد چی هستش؟ خب توزیع پواسون هستش با لامای 3. چرا لاندا رو 3 گرفتن؟ به این دلیل که اینجا 1000 تاست، اینجا 1000 تاست، این در هر 1000 تا داره بررسی میکنه. اگه این بازه تغییر میکرد من باید تو اون بازه‌ای که اون میخواد سوال کنه اون عدد متوسط رو به دست می آوردم. خب در حال شمارش خطاها در یک بازی مشخص هستیم. خطاها رویدادهای نادر و مستقل هستند، کوچکتر از 20، و اینکه فقط ما همین لاندا رو داریم، دیگه چیز دیگه ای نداریم که بخوام از احتمال دیگه ای بخوام یا از تکنیک دیگه ای بخوام استفاده بکنیم. خب حالا میایم حسابش میکنیم دیگه طبق توزیع پواسون. ای به توان منهای لاندا ضرب در لاندا به توان کا برای کا فاکتوریه. لاندا رو که داریم 3، تعداد شانسی هم که میخوایم 2 هستش و عدد مورد نظر اینه. و خواهش من از شما این که محاسبات انجام بدید که اگر من خطایی دارم به من گوشزد بفرمایید. احتمال 22% وجود داره که در 1000 تماس بعدی ما 2 تا خطا ببینیم. سوال بعدی، آیا یه مشترک خاص در درخواست ارسال کالا رو تایید می‌کند یا نه؟ یه مشترک یا می‌کنه یا نمی‌کنه. توضیح چیه؟ برنولی x هستش، توضیح برنولی، و چون یه آزمایش بیشتر نیست 2 تا حالت هم داره و اینکه یه پارامتر احتمال هم داریم اسم و خیلی هم ساده بود این سوال. سوال 4، موتور جستجویی به طور متوسط 2000 درخواست در یک ثانیه دریافت میکنن. مدل سازی تعداد درخواست‌ها در یک ثانیه. ببین وقتی سوال از متوسط میشه من دیگه داده دیگه ای ندارم، مجبورم دیگه از این ساختار استفاده بکنم. و اتفاقا اینجا گفته در یک ثانیه 2000 تا درخواست میده، اینم تو یک ثانیه میخواد، یعنی لاندای من اینجا همون 2000 خواهد بود. ولی درست خیلی عدد بزرگیه. اگه من دیتاهای دیگه ای داشتم از توزیع نرمال میرفتم، ولی چون ندارم مجبور هستم که همین پواسون رو برم، چون که فقط من این داده‌های متوسط رو دارم. پس بحث ما بحث توزیع پواسون با لاندای خیلی بزرگ 2000 هستش که برای من خوب نیست، یا لامای 2000 هستش که برای من خوب نیست. تعداد درخواست‌ها در یک بازه زمانی ثابت فقط یک ثانیه رو میخواد. رویدادها مستقل هستن
میانگین ما متاسفانه خیلی بزرگ هستش و اینکه اینجا مجبور شدیم این کارو بکنیم ها، هیچ راه دیگه ای برای این داستان نداشتیم. بریم یه چند تا تمرین خود حرفه‌ای‌تر عمل کنیم. این تکلیف شما باید باشه. جواب‌ها رو لطفاً نگاه نکنید. اول خودتون حل کنید، فیلم رو نگه دارید، خودتون حل بکنید، بعداً بیاید حل من رو نگاه بکنید. در ارتباط با برنولی یک بوکس باکس منظورم بچه‌ها مثلا یه شیء که توی بازی هستش، مثلا حالا یه جعبه است یا یه مثلا مورتال کامبات یکی از اون بازیگرا، حالا هر چیزی، به احتمال 20% یه آیتم نادر رو رها میکنه، مثلا یه تیری شلیک میکنه یا یک موشکی میفرسته یا یک شمشیری میکشه یا یه اسلحه‌ای در میاره ها. یکی از اون آیکونای اون بازی هستش که 20% احتمال داره که یه آیتم رو رها کنه. خب توضیح متغیر x رو میگه بنویسید. توضیحش چی هستش؟ چون یکی هستش توضیحش برنولی خواهد بود. قرار شد اول خودتون حل بکنید. توضیحش برنولی خواهد بود. برنولی که احتمالش چنده؟ 20%، پی مساوی با 2/10 که احتمال خب اینکه اون اتفاق بیفته و احتمالی که اون اتفاق نیفته 1/2 میشه، 8 خواهد بود. احتمالی که آیتم نادر دریافت کنن چقدر است؟ پس میشه اون یکی دیگه ها. این احتمالی که نادر باشه 20% بود. بله طبق همین خیلی ساده است دیگه. خود داده هایی هست که خودش همه رو داده به من. سال دوم، یه شرکت تبلیغاتی میداند که 15% از کاربران روی تبلیغ کلیک میکنن. 20 کاربر به طور تصادفی انتخاب میشوند. یه شرکت تبلیغاتی میداند که 15% از کاربران روی این تبلیغات کلیک میکنن، 20 از کاربران به صورت تصادفی انتخاب میشن. خب یه آزمایش برای 20 نفر قرار صورت بگیره و اینکه 15% شانس داره که اون شخص کلیک بکنه. پس 20 نفر هستن که هر کدومشون 15% احتمال کلیک کردن دارن. توضیح چی میشه؟ توضیح دو جمله‌ای میشه دیگه، درسته؟ حالا میگه احتمال اینکه دقیقاً 3 نفر کلیک کنن. فرمول داریم خیلی راحت میتونیم px مساوی 3 جاش اعدادش رو جاسازی میکنیم و مثلا حدود 20% به دست میاد که احتمال دارن که روی این از این 3 نفر روی از این 20 نفر 3 نفرشون کلیک بکنن. سوال بعدی میگه احتمالی که 5 نفر کلیک بکنن چقدر هستش؟ بازم همین فرمول رو می‌نویسیم، جای کا 5 میذاریم. نه نگفته احتمال اینکه 5 نفر، احتمال اینکه بیش از 5 نفر. اگر میگفت دقیقاً 5 نفر من مجبور بودم همین فقط با 5 بنویسم، ولی گفته که احتمال اینکه بیش از 5 نفر. بچه وقتی میگه پی ایکس بزرگتر از 5 من باید چیکار کنم؟ باید پی یک منهای ایکس های کوچیکتر از 5 رو باید به دست بیارم، از این کم کنم، از یک کم بکنم، همونی که به شما گفتم. حالا اونجا برای اونجا 1 بود، حالا 0 بود، اونجا یه دونه کم شد، اینجا من باید تمام اینها رو دونه دونه محاسبه بکنم. دقت بفرمایید. برای اینجا من باید بیام اول پی 0 رو حساب کنم توی همین فرمولا، پی 1 رو حساب بکنم، پی 2، پی 3، پی 4 و پی 5. اینو باید بیام مقادیرش رو حساب بکنم، همه اینها رو با هم دیگه جمع بکنم، یه عددی به دست میاد. این عدد رو بعدا باید بیام از 1 چیکار کنم؟ کمش کنم تا ایکس های بزرگتر از 5 رو محاسبه کنم و میبینیم که احتمال اینکه بیش از 5 نفر کلیک بکنن از این 20 نفر میشه حدود 15%. این احتمال وجود داره. احتمال داره 6 نفر، احتمال داره 7 نفر، احتمال داره 8 نفر، احتمال 9 نفر تا 20 نفر. 15% این احتمال وجود داره که این عدد بزرگتر از اون اتفاق بیفته. این مسئله خیلی خوبی هست، لطفا به این دقت بفرمایید. طرز تفکر و هوش مصنوعی برای اینکه از احتمال دو جمله استفاده بکنه برای اینکه یک بازه‌ای از تغییرات رو بخواد احتمال بده، از این تکنیک استفاده میشه. لطفا روی این سوال مکس بیشتری بکنید. این سوال بعدی بازم توضیح پاسون، یک مرکز تماس به طور متوسط 4 تماس در هر 10
دقیقه دریافت میکنن. چون بحث متوسط داده در یک بازی، من مجبورم که پاسون در نظر بگیرم. احتمالی که از 10 در 10 دقیقه دقیقاً 2 تماس داشته باشیم، توضیح پاسون فرمولش هست صاف پی ایکس مساوی 2 جای لاما داریم همون، چون 10 دقیقه است این همون 10 دقیقه است، لذا لاما همون 4 میشه برای من اینجا. و من با توجه به لامای 4 و اینکه میخواد 2 تماس داشته باشه کا مساوی 2 فرمول میذارم و مقدار 14% رو اینجا محاسبه میکنم. اینجا رو خوب دقت کنید. احتمال اینکه در 30 دقیقه، ببین بازار رو عوض کرد، من این متوسط رو در 4 دقیقه داشتم، در 10 دقیقه داشتم 4 تماس، حالا میگه احتمال اینکه در 30 دقیقه بیش از، نه بازم 3 تماس دقیقه، بیش از 3 تماس دریافت کند چقدر است؟ سوال خیلی قسمتش پیچیده تر شد. وقتی اولا میگه که 30 دقیقه لاندای من یا لامای من، اون متوسط من ضرب در 3 میشه، چون این 10 دقیقه بوده، این 30 دقیقه 3 برابره، اون 4 ضرب در 3 میشه 12. این عدد میشه 12 برای من در اینجا. پس این فرمول اینجا این تغییر رو خواهد کرد. دوم اینکه وقتی گفته احتمال x بزرگتر از 3 رو به دست بیار، من باید بیام یک منهای x های کوچکتر مساوی 3 رو به دست بیارم، یعنی x3 x2 x1 x3 اونا رو به دست بیارم، جمع کنم، از یک کم کنم تا اون به دست بیاد و تازه با کدوم لاندا یا با کدوم لاما؟ با لامای 12. پس میام همین فرمول رو می نویسم، اما جای تمام لانداها یا لاماها میام اون متوسط ها 12 رو میذارم، چون توی این بازه قراره من محاسبه کنم، و بعد جای کاها یه بار 0 یه بار 1 یه بار 2 یه بار 3 اینا رو میذارم، اعدادی که به دست میارم با هم دیگه جمع میکنم، اینها میشه احتمال x کوچکتر مساوی 3. حالا که من x بزرگتر از 3 رو میخوام، میام از یک کمش میکنم و به احتمال 99.8% در 30 دقیقه بیش از 3 تماس دریافت می شود. سوال بسیار خوبی بود. خواهش من از شما اینه که واقعا خودتون سعی کنید این حل بکنید. اگه نتونستید حل من رو با طمأنینه بسیار بیشتر از اینکه من برای شما وقت گذاشتم شما وقت بذارید و اون رو حل بفرمایید. خب این هم که سوال جواب تو اینجا خوب دقیقاً میگه فرض کنید که یک سیستم تشخیص عرضه‌نامه از توزیع برنولی استفاده کرده، اسپما رو میخواد بیاد از برنولی استفاده کنه. چرا این فرض مستقل بودن کلمات ممکن است در دنیای واقعی نقض شود و چرا حلی پیشنهاد میکنه؟ خب ببینید توی یه جمله معمولا اینطوری هستش که ما تو برنولی که میدونید دیگه، ما قرار بود تو توضیح دو جمله‌ای و برنولی اینا اصلا دیگه مستقل باشن، اما واقعیت هم اینه که مثلا کلمه عالی بیاد، مثلا احتمال اینکه کلمه خرید بیاد خیلی این احتمالش زیاد میشه. بعضی از کلمات با هم دیگه ربط دارن و این شانسش رو زیاد میکنه، لذا اون فرض استقلال اینجا نقض میشه ناخودآگاه. ولی خب برای هم راه رو استفاده میکنه. حالا راه حل چی هستش؟ اگه مدل خیلی پیچیده شد، میاد از مثلا همون تکنیک بیز استفاده میکنه، نیوی بیز بهش میگن، شبکه های عصبی استفاده میکنه و تکنیک های مشابه. خواستم بگم که اینطوری نیستش که این مثلا قانون محض باشه. گاهی اوقات ما قوانین داریم که بنا به امکانات مجبور میشه که از قوانین دیگه یا از فرمول‌های دیگه احتمال برای اون استفاده بکنه. یه جمع‌بندی بکنیم. این جلسه چی گفتیم؟ این جلسه در مورد توزیع برنولی صحبت کردیم که یک آزمایش با موفقیت بود یا شکست، یا آزمایش دو حالته یا آزمایش باینری بود. در مورد توزیع دو جمله‌ای صحبت کردیم که m بار آزمایش مستقل برنولی رو بخوایم انجام بدیم، با فرمول ازش یاد کردیم. توزیع نکته سوم توزیع پواسون رو گفتیم که در یک بازه خاص مثلا یه رویدادی نادری اتفاق بیفته، سعی کردیم با اون متوسط اتفاقمون حد اکثر دیگه 20 باشه ازش استفاده بکنیم. تابع جرم احتمال برای هر کدوم اینها نوشته شد که اگر سوالی مطرح شد اونجا اون رو مطرح می‌کردیم، و اینکه فقط به این سادگی نیست که تابع جرم احتمال رو بخوان، گاهی اوقات ما به احتمال‌های بزرگتر و احتمال‌های کوچکتر از یک مقدار رو می‌خوایم که مثالش هم براتون حل کردم
و اونجا مجبور هستیم که بازم با تکنیک ریاضی اون مقادیر رو محاسبه بکنیم. تو مثال ها دیدید اگر یک موقعی ما لاندامون یا لامامون اون میانگین عددش بزرگ کمتر از 20 شد از پاسون، و اگر نه از توضیح های دیگه استفاده میکنیم مثل نرمال. انتخاب توضیح درست یکی از مهمترین مهارت‌های یک دانشمند داده یا هوش مصنوعی خواهد بود. اینکه ما وقتی مثلا در اون پدیده‌ای که قراره براش هوش مصنوعی بنویسیم از کدوم یکی از این توضیحات قرار استفاده بشه، این انتخاب خودش یه بحث بسیار مهمی هستش که ما باید در موردش بدونیم. خسته نباشید تا جلسه بعد. خدا نگهدار.